روز به روز اخبار پیوستن ارلینگ هالند به رئال مادرید داره جدی‌تر میشه. توی این ویدیو بررسی میکنیم آیا این انتقال شدنی هست یا نه و اگر این اتفاق بیفته نکات مثبت و منفی این انتقال چی میتونه باشه. ما الان داریم راجع به هالند صحبت میکنیم، به هیچ عنوان به این معنا نیست که امباپه ناموفق بوده. خیر، امباپه پارسال کفش طلا رو برده، امسال هم نامزد جایزه کفش طلاست در کنار هالند و هری کین. پس رئال مادرید از لحاظ مهاجم گلزن مشکل نداشته. اینکه یه بازی یا دو بازی یه مهاجمی ناکام باشه در گلزنی و تو بیای اینو بست بدی برای کل فصل و بیای ازش فکت صادر بکنی که چون مهاجم داخل باکس نیستی ناموفقی، این اشتباهه. یه وداد موریگی 5 میلیونی اگر میخریدن برات، تو اگر میخوای تیمت در دقایق پایانی داشته باشه یه مهاجم هدزم بخر، دقیقه 80 به بعد بیار تو. مثلث رویایی وینیسیوس جونیور وینگر چپ، ارلینگ هالند مهاجم نوک و کیلیان امباپه وینگر راست. به صورت کلی میگم این ترکیب سه نفره محال ممکنه جواب بده. این که هالند بیاد وینی هم نفروشیم این نمیشه. اولین سوال، آیا امباپه و هالند میتوانند در کنار هم دیگه در ترکیب قرار بگیرن یا نه؟ جواب هم بله هم خیر. هالند 9 کلاسیکه، یه مهاجم نوک داخل باکس، فیزیکیه. امباپه بازیکن منعطف‌تریه، میتونه جناحین باشه، میتونه بین خطوط باشه، میتونه اضافه شونده باشه. پس از نظر تئوری حضور این دوتا در کنار هم دیگه ممکنه. هم نکات مثبت داره هم نکات منفی داره. آیا دو پادشاه در یک اقلیم میگنجن یا نمیگنجن؟ مهمترین سوال، برداشت نهایی ما، آیا در نهایت ارلینگ هالند و کیلیان امباپه با هم در ترکیب رئال مادرید سازگار هستند یا خیر؟ بله، اما با یک اگر بزرگ، با یک اگر خیلی بزرگ.